سلام و درود. میخوام راجع به دستگاه سکاره نجاری صحبت بکنم. دستگاهی که داخل همه کارگاه‌های نجاری هست و خیلی هم پر استفاده است. دستگاه 3 تا قسمت داره که الان دونه دونه قسمتاشو بهتون نشون میدم. این قسمت اره دستگاهه که شما میتونید قطعات مختلف رو باهاش برش بزنید. خب این میز یا اصطلاحاً فیدر دستگاه هست که ارتفاعش ثابت است، به جاش ارتفاع تیغ اره به وسیله اهرمایی که زیر دستگاه وجود دارن قابل تنظیمه. من اگه روشنش بکنم میبینید که میتونید قطعات مختلف رو با جابجا کردن صفحه وادارش توی اندازه‌های مختلف ببرید. قسمت بعدی قسمت رنده دستگاه هست که خب عمل رندیدن رو برای چوب انجام میده و اینجا هم شما میتونید ارتفاع میز رو متناسب با قطع کارتون و نیازی که دارید تغییر بدید و استفاده بکنید. قسمت سوم قسمت کامکن دستگاه هست که خب استفاده‌های مختلفی داره، از اجرای بحث اتصال کام و زبونه گرفته تا انواع سوراخ‌هایی که ما میتونیم به وسیله این 2 تا اهرم و 3 نظامی که اینجا هستش روی قطع کارمون اجرا بکنیم. برای وقتی که میخواید این دستگاه رو بخرید یه چند تا نکته هست که باید بهش توجه بشه. اولیش اینه که اگه محدودیت فیزیکی و مالی ندارید این 3 تا تجهیز رو به صورت جداگونه تهیه بکنید. نکته دوم اینه که دقت بکنید که همه قطعات دستگاه به صورت ریخته‌گری باشه، یعنی فرآیند تولیدشون ریخته‌گری باشه تا توی بلند مدت و وقتایی که حالا دستگاه تحت فشار زیاد هست اون تنشایی که داخل دستگاه اتفاق میفته روی کیفیت کار دستگاه تاثیر نذاره.